بیایم با هم یه سفر بریم به مرگبارترین نقاط منظومه شمسی. سفری به دنیاهایی که از دور فوق‌العاده زیبا به نظر میرسن، اما از نزدیک به شکلی باور نکردنی، خصمانه و کشندن. آماده بشین تا یه نگاهی به همسایه‌های کیهانیمون بندازیم، البته از یه فاصله خیلی امن. برای شروع یه سوال ازتون دارم. فرض کنین میتونستین همین الان بدون هیچ لباس فضایی و هیچ محافظی روی سطح هر سیاره یا قمر دیگه‌ای توی منظومه شمسی ظاهر بشین. فقط خودتون باشین و اون محیط کاملا بیگانه. فکر میکنین چقدر دووم می آوردین؟ چند ساعت؟ چند دقیقه؟ یا شاید هم چند ثانیه؟ جوابش راستش یکم تکون دهنده است. بجز زمین خودمون هیچ جای دیگه‌ای توی این منظومه وجود نداره که بشه بیشتر از 2 دقیقه توش زنده موند. و تازه تو اکثر جاها این زمان به 1 ثانیه هم نمیرسه. و این واقعیت تلخ دقیقاً اصل مطلب ماست. اینکه این پناهگاه ما چقدر کمیاب و چقدر شکننده است. خب پس بزن بریم سفرمون رو با مرگبار ترین ها شروع کنیم. جاهایی که انگار خود قوانین فیزیک سریع و بیرحمانه علیه هر نوع حیاتی عمل میکنن. اینها دنیاهایی هستن که زنده موندن توشون حتی در حد یه رویا هم نیست. اولین مقصدمون خود ستاره منظوممونه، یعنی خورشید. آره میدونم که سیاره نیست، ولی خب بیشک مرگبارترین جای این اطرافه. فکرشو بکنین، یه لحظه توی جو بیرونی خورشید یا همون تاج خورشیدی ظاهر بشین، جایی که دما بیشتر از 1,000,000 درجه سانتیگراده. اصلاً فرصت هیچ کاری پیدا نمی‌کنین. در یک آن بخار میشین. تمام. حالا بریم سراغ پادشاه سیاره ها، مشتری. مشتری یه غول گازیه، یعنی هیچ سطح سفتی نداره که روش بیستین. پس فقط سقوط میکنین. مستقیم توی جو غلیظ هیدروژن و هلیومش. و تقریبا همون لحظه اول فشار جو اونقدر زیاد میشه که بدنتون رو مثل یه قوطی نوشابه مچاله میکنه. توی کمتر از یه چشم به هم زدن. و فکر نکنین این داستان وحشتناک فقط مال مشتریه، نه. بقیه غول‌های گازی و یخی منظومه، یعنی زحل، اورانوس و نپتون، همشون همین آش و همین کاسن. سرنوشت شما توی جو و هر کدوم از اینا دقیقاً همینه. سقوط آزاد و بعدم خرد شدن زیر فشاری که حتی نمیتونیم تصورش کنیم. و حالا میرسیم به زهره، یا همونطور که بهش میگن دوقلوی شیطانی زمین. زهره دیگه واقعاً توی نابود کردن سنگ تمام گذاشته. یه جورایی 2 تا راه برای کشتن شما داره، اونم همزمان. هم اونقدر داغه که بخارتون میکنه، هم فشارش اونقدر زیاده که لهتون میکنه. بقا اینجا اصلاً و ابداً معنی نداره. خب، حالا بیاین یه مقایسه سریع بکنیم تا ببینیم چرا به زهره میگن جهنم. نگاه کنین، دمای متوسط زمین چقدره؟ یه 15 درجه سانتیگراد دلپذیر. زهره چی؟ 464 درجه. یعنی اونقدر داغ که سرب رو راحت ذوب میکنه. یا فشار هوا. روی زمین 1 اتمسفره. روی زهره 92 برابر. مثل اینه که 900 متر زیر آب توی عمیق‌ترین نقطه اقیانوس باشین. وای، تازه ابرهاشو نگفتم. ابرهای زهره به جای آب از اسید سولفوریک ساخته شدن. واقعا وحشتناک. خب، از اون دنیاهایی که در یک آن کار آدم رو تموم میکنن بگذریم. حالا میریم سراغ جاهایی که یه ذره بهتون مهلت میدن، فقط در حدی که بفهمین چه بلایی داره سرتون میاد. ولی اشتباه نکنین ها، اینا هم به همون اندازه مرگبارن، فقط یکم صبور کردن. بسیار خوب، به مریخ و عطارد خوش اومدین. این جاها دیگه خبری از مرگ فوری نیست. در واقع شما حدود 2 دقیقه وقت دارین. حالا چرا دقیقاً 2 دقیقه؟ چون این تقریباً همون زمانیه که یه آدم میتونه نفسش رو حبس کنه. در نهایت این خفگیه که کارتون رو تموم میکنه. ولی خب نحوه مردن توی این 2 تا سیاره یکم فرق داره. روی مریخ جوش خیلی رقیقه و تقریباً همش دی اکسید کربونه. پس از کمبود اکسیژن خفه میشین، اونم در حالی که سرمایه وحشتناک داره بدنتون رو منجمد میکنه. اما عطارد یه داستان دیگه است. اونجا با یه نوسان دمای دیوانه‌وار طرفین. یه طرف سیاره 430 درجه داغه، طرف دیگهش منفی 180 درجه. یعنی عملاً باید انتخاب کنین که میخواین کباب بشین یا یخ بزنین. البته در هر دو صورت همچنان نمیتونین نفس بکشین. خب حالا میخوام در مورد یه خطر صحبت کنم که نمیتونیم ببینینش، نه لمسش کنین، نه بچشینش، ولی شاید از همه خطرهای دیگه موذی‌تر و بدتر باشه.
دارم در مورد تشعشعات حرف میزنم، به خصوص تشعشعات مرگبار اطراف مشتری. خب اصلا این تشعشع که میگیم چی هست؟ اینطوری بهش فکر کنین، یه طوفان دائمی از ذرات نامرئی و پر انرژی که دارن به همه چیز شلیک میشن. میدان مغناطیسی غول‌پیکر مشتری مثل یه تله بزرگ عمل میکنه. این ذرات رو از بادهای خورشیدی میگیره و بعد بهشون شتاب میده، اونم با سرعت‌های دیوانه‌وار. نتیجهش میشه یه سری کمربندهای تشعشعی مرگبار دور سیاره که هر چیزی رو که ازشون رد بشه نابود میکنه. حالا برای اینکه بفهمیم این تشعشعات چقدر خطرناکن، بیاین یه مقایسه بکنیم. دوز کشنده تشعشع، مثلا چیزی که توی فاجعه چرنوبیل اتفاق افتاد، حدود 6 سیورته. سیورت یه واحد اندازه‌گیریه که به ما میگه تشعشع چقدر به بدن موجودات زنده آسیب میزنه. خب حالا نگاه کنین. روی یکی از قمرهای مشتری یعنی اروپا شما هر روز همین دوز کشنده رو دریافت میکنین. هر روز. و اگه برین روی آیو، یه قمر دیگه که نزدیکتره، این مقدار میشه 36 سیورت در روز. یعنی 6 برابر دوز کشنده. اونم فقط توی یک روز. این عدد و رقم‌ها یعنی چی؟ یعنی فضانورد کل دوز تشعشعی رو که توی تمام عمر کاریش مجاز دریافت کنه، اگه روی آیو باشه توی کمتر از 40 دقیقه دریافت میکنه، تموم میشه. و این فقط برای آدما خطرناک نیست ها، این تشعشعات مثل یه نیروی بیرحم طبیعته که هر وسیله الکترونیکی و هر سلول زنده‌ای رو از هم متلاشی میکنه، یه قاتل کاملا نامرئی و تمام و عیار. خب بعد از این سفر ترسناک بین آتیش و فشار و تشعشعات نامرئی، وقتشه برگردیم خونه. به تنها جایی که میشناسیم و میتونیم توش زندگی کنیم و نفس بکشیم. بیاین ببینیم چی باعث میشه زمین اینقدر جای خاصی باشه. ما با هم به داغ‌ترین، سردترین، پرفشارترین و پرتشعشعی ترین جاهای محله کیهانیمون سر زدیم. هر کدوم از این دنیاهای تلنگر به ما میزنه که شرایط لازم برای زندگی چقدر حساس و کمیابه. و همه اینا ما رو برمیگردونه به تنها پناهگاهمون، زمین. خب چی باعث شده سیاره ما اینقدر تک باشه؟ راستش چیزهاییه که ما هر روز میبینیم و شاید اصلا بهشون فکر هم نمی‌کنیم. اقیانوس‌های پر از آب مایع، یه جو غلیظ و پر از اکسیژن که میتونیم نفس بکشیم، یه لایه اوزون که مثل سپر جلوی اشعه‌های خطرناک خورشید رو میگیره، یه میدان مغناطیسی که جلوی بادهای خورشیدی وای میسته و یه دمای نسبتاً پایدار و قابل تحمل. اینا چیزای لوکس کیهانی نیستن، اینا برای وجود ما، برای زنده بودن ما ضروری هن. و همه اینا ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. وقتی میبینیم که تک تک دنیاهای دیگه توی منظومه شمسی انقدر مرگبار و بیرحم هستن، آدم از خودش میپرسه واقعاً شانس پیدا شدن یه سیاره دیگه مثل زمین چقدره؟ این به ما یادآوری میکنه که خونه ما چقدر با ارزشه و شاید چقدر کمیاب.